الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظیم. خدمت بینندگان عزیز و گرامی علاقمندان برنامه الگوهای هدایت، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. در جلسه گذشته پیرامون شخصیت سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه، پیرامون تولد حضرت عمر و پیرامون زندگی نامه یا زندگی سیدنا عمر در دوران جاهلیت، گوشه از زندگی فاروق اعظم به طور خلاصه و فشرده اشاره شد. حالا اگر باز هم چکیده و خلاصه از زندگی فاروق اعظم که در دوران جاهلیت سپری شد اشاره نماییم، در دوران جاهلیت این که گفتیم سیدنا عمر رضی الله عنه زندگی سخت و زندگی پر از مشقت را سپری نمودن که عبارت از چوپانی بود، ولی تنها نباید به این فکر بیفتیم که سیدنا عمر تمام عمر خود را یا تمام زندگی دوران جاهلیت را به مشقت و به چوپانی و به اینها سپری کرده باشد، بلکه سیدنا عمر رضی الله عنه بعد از اینکه یک مدتی چوپانی کردن که در او چوپانی حکمتهای نهفته بود که الله سبحانه و تعالی میخواست درسهای را برای عمر ابن خطاب رضی الله عنه از اثر چوپانی بیاموزاند. سیدنا عمر رضی الله عنه در دوران جاهلیت کاتب بود، نویسنده بود، انسان باسواد بود و انسان ادیبی، یعنی به اصطلاح امروزی یک انسان فرهنگی بود. سیدنا عمر رضی الله عنه چنان ادیب و فرهیخته و گرامی بود که سفیر او را قریش او را به عنوان سفیر خود انتخاب کرده بودند. هنگامی که موضوع به مخاصمه و مجادله می کشید، برای رفع مشکلات مجادله و مخاصمه و مجادله و جنگ ها و بالاخره محاربه، سیدنا عمر را می فرستادند که با او عقل و درایت و فکر و اندیشه و او استعدادی که الله سبحانه و تعالی به سیدنا عمر داده بود از او استفاده کند و پیش روی مشکلات را بگیرد. همچنین سیدنا عمر رضی الله عنه شخص ذکی و هوشیار و از او عقلی که خدای تبارک و تعالی داده بود استفاده می کرد. خلاصه سیدنا عمر رضی الله عنه یک شخصیت شجاع و دلیر در دوران جاهلیتی که مدتی از عمر خود را سپری کرد زندگی نمود. حالا پیرامون مسلمان شدن سیدنا عمر رضی الله عنه که حضرت عمر چگونه مسلمان می شود، مسلمان شدن سیدنا عمر رضی الله عنه چگونه بود و چی تحول در اسلام ایجاد کرد. نخستین فروغ ایمان زمان در دل سیدنا عمر رضی الله عنه پرتو افکند
که زنان مسلمان قریش را مشاهده نمود، میدید که به سبب آزار و اذیتشان راه هجرت را در پیش گرفتند و شهر و دیار و منطقه خود را ترک می کنند. سیدنا عمر رضی الله عنه چنانچه که عبدالله بنت حنتمه میگوید که زمانی که ما قصد هجرت کردیم که میخواستیم به طرف حبشه هجرت کنیم، ناگه عمر آمد و گفت ای عبدالله، آیا رهسپار سفر هستی؟ آیا میخواهی به سفر بروید؟ عبدالله چی میفرماید؟ میگوید که گفتم به خدا سوگند از دست آزارها و اذیتهایتان شهر و دیار خود را ترک می کنیم. عمر رضی الله عنه وقتی که این حرف را شنید چنان متأثر شد، عبدالله بنت حنتمه میگوید چنان متأثر شد که هیچ وقت او را چنین ندیده بودم. هنگامی که عامر ابن ربیعه آمد، عبدالله میگوید وقتی عامر ابن ربیعه آمد ماجرا را برایش گفتم که عمر آمد چنین سوال کرد و چنین جواب دادم و او سخت متأثر شد، پریشان شد، نگران شد از این حالتی که زنان مسلمان قریش را دید که زندگی خود را، خانه و شهر خود را ترک میکنن از دست آزار و اذیت اونها. عامر ابن ربیعه برای عبدالله میگوید که تو به مسلمان شدنش دل بسته ای از این که متأثر شد؟ عبدالله میگوید که بله، من چهره او را دیگرگون دیدم، فکر میکنم که فروغ اسلام، نور اسلام در دلش تابیده باشد. به هر حال زمانی نگذشت که دعای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حق عمر رضی الله عنه قبول شد که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند اللهم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک، یا در بعضی روایات اللهم اعز الاسلام بهذین الرجلین، بأبی جهل ابن هشام او بعمر بن الخطاب، که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم دعا می کردن پروردگارا اسلام را عزت بده، شکوه بده، عظمت بده به وسیله این دو شخص که از این دوتا هر کدام به نزد تو محبوب هست ای الله، اونها را هر کدامش را که ای الله تو دوست داری اونها را مشرف به اسلام بگردان. خب یقین هست که دعای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حق سیدنا عمر رضی الله عنه اجابت شد. روزی سران قریش در کنار کعبه گرده هم آمدن تصمیم گرفتن که روز به روز مسلمان ها افزوده می شود، روز به روز فرزندان ما از ما جدا می شوند، روز به روز این آرگاه و بارگاهی که ما از کنار لات و عزا و منات به دست آوردیم اینها خلاصه از دست ما می رود. چی باید کرد؟ همه نشستن، همه جلسه کردن و به این نتیجه رسیدن که باید کسی باشد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، که اونها پیامبر نمی گفتن و می گفتن باید کسی باشه که محمد را به قتل برسانه و همه قریش و همه مکه را خلاصه از این غوغایی که به پا شده اونها را، غم اونها را دور بسازه. سران قریش وقتی این مشوره را میکنن، عمر ابن خطاب برمیخیزد که من این کار را میکنم.
عمر برمیخیزد و شمشیر را برمیدارد که من محمد را به قتل میرسانم. نعوذ بالله من ذلک. همه سران قریش میگویند که به واقعیت این کار از تو ساخته است، این کار را تو میتوانی، غیر از تو ما در شأن دیگر کسی نمیبینیم، فقط تو هستی که در بین قریش، در بین مکه شجاع، دلیر، فقط این کار توست. عمر برمیخیزد و شمشیر را برمیدارد به قصد قتل رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم. هنگامی که روان می شود عمر رضی الله عنه در مسیر راه با شخصی به نام نعیم ابن عبدالله سر می خورد. نعیم می گوید ای عمر کجا می خواهی بری؟ عمر می گوید می روم تا محمد را به قتل برسانم. نعیم چون ایمان آورده بود و میدانست که اگر عمر تصمیم بگیرد از او تصمیم خود بر نخواهد گشت و بعد مانع شد. گفت ای عمر این کار را نکن، این کار به نفع تو نیست. و بالآخره گفتگوی زیادی بین نعیم و عمر صورت گرفت تا اینکه عمر گفت که نکنه که تو هم ایمان آورده باشی. ای نعیم اگر ایمان آوردی که اول از تو شروع کنم، اول به داد تو برسم. نعیم وقتی که میبیند که عمر جدی هست با حرف خود، بعداً اشاره میکند که نخیر از من شروع نکن، برو از خانواده خود شروع کن. عمر جا در جا میماند و بعد میگوید که چی گفتی؟ کدام حرف به زبان آوردی؟ نعیم میگوید بله، برو از خانواده‌ات، از نزدیکانت شروع کن اگر میخواهید. عمر میگوید که کیست از نزدیکان من که به پیامبر به محمد ایمان آورده باشد؟ نعیم میگوید که خواهرت فاطمه و دامادت، داماد تو و پیامبر ایمان آوردن. عمر با قهر و غضبی که دارد روان می شود به طرف خانه خواهر خود و دروازه خانه را محکم می کوبد. در آن اثنا و در آن وقت خباب ابن ارد رضی الله عنه در خانه فاطمه، در خانه داماد عمر رضی الله عنهم، در آنجا خلاصه خباب رفته تا اینکه سوره طه را به اونها یاد بدهد. عمر وقتی که در میزند خواهرش میدانه که این در زدن عمر هست. خباب را در یک جای مخفی میکنن و عمر وارد خانه می شود. و بعد عمر رضی الله عنه می فرماید که چی صدایی بود که در گوش من رسید؟ این صدای چی بود؟ گفتن چیزی نبود، صدای در گوشت رسیده و بالآخره چیزی نبود. وقتی که عمر میداند که چیزی از این را پنهان کرده اند، حمله می کند به جان داماد خود و او را بر پشت می خواباند و شروع می کند به زدن و او را محکم می زند. خواهر عمر مداخله می کند. فاطمه می آید که دست عمر را بگیرد که ای عمر چه کار می کنی؟
عمر با سلی محکم بر روی خواهر خود فاطمه میزند که از اثر سلی عمر رخسار فاطمه خونالود می شود. در اون اثنا و در اون حالت فاطمه استاده می شود و می گوید که چی می خواهی از ما؟ ببینید ایمان فاطمه در مقابل عمر هیچ کس استاده نمی شد، چی برسد یک زن و او هم خواهر عمر، چون شجاعت، غیرت و او قهر و خشم عمر را همه می دانستند، ولی چون در آن وقت عمر ایمان ندارد، فاطمه ایمان دارد، او غیرت فاطمه، شجاعت فاطمه، او همت فاطمه خیلی بالاتر از همت عمر هست در آن وقت، چون فاطمه ایمان دارد. قوت ایمان فوق همه قوت هاست، چون او قوت از جانب الله سبحانه و تعالی هست. غیرت ایمانی غیرت است که او غیرت از جانب الله سبحانه و تعالی هست. شجاعت ایمانی او شجاعت خدایی و از جانب الله سبحانه و تعالی هست. بعداً فاطمه صدا می کند ای دشمن خدا، ای عدو الله، آیا ما را میزنی؟ آیا ما را میزنی که ما به خدای یگانه ایمان آوردیم، خدایی که لا شریک هست، خدایی که مثل ندارد، مانند ندارد، آیا ما را به این واسطه میزنی؟ عمر رضی الله عنه جا در جا میماند که این خواهر من در مقابل من میایستد، این غیرت را برایش کی داده؟ و بعد آرام میگوید که چی میخواندید؟ چی تلاوت میکردید؟ این زمزمه چی بود؟ گفتن چیزی نبود. وقتی که دانستن که عمر برایشان قول داد و وعده داد که خیانت نکند به کلام پاک الهی، بعدن برایش گفتن که بله، سوره از سور قرآن که بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نازل شده ما او را میخواندیم. عمر رضی الله عنه گفت که اون را بدهید که من بخوانم. فاطمه گفت که تو مشرک هستی، تو نجس هستی، این کلام است که لا یمسه الا المطهرون، این را هیچ کس مساس نمی کند مگر این که پاک باشد. در بعضی اقوال می آورد که عمر رضی الله عنه غسل کرد، طهارت کرد و بعد آمد نسخه را برایش دادن. عمر رضی الله عنه وقتی که نسخه را در دست گرفت شروع کرد طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تا آیه 16. سبحان الله، چی لحظه است، چی ساعت است، چی ثانیه است. این لحظات انسان سبحان الله به ذوق و به شوق و به وجد می آورد که کلام پروردگار چقدر بر دلها و بر فکرها اثر می گذارد. به یاد شعر اقبال می افتیم که اقبال چی زیبا می فرماید. شعر اقبال چی می گوید در همین رابطه ای که فکر عمر، ذهن عمر، قلب عمر، به اندیشه عمر به همه خلاصه تغییرات می آید. انشالله شعر
اقبال بعد از یک میان برنامه بیان میکنیم. پروردگار شما می‌فرماید مرا بخوانید تا شما را اجابت نمایم. کسانی که از عبادت من تکبر می‌ورزند به زودی با ذلت و خواری وارد دوزخ می‌شوند. مرا بخوانید تا شما را اجابت نمایم. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی مجددا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پیرامون مسلمان شدن سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه است. حضرت عمر رضی الله عنه وقتی که این صحیفه و یا این سوره مبارکه طه را یک مرتبه که میخوانند و مرحله دوم دوباره تکرار میکنن، گفتیم که اقبال در این باره چی زیبا میفرماید. میگوید ز شام ما بیرون آور سحر را، به قرآن باز خوان اهل نظر را. تو میدانی که سوز قرأت تو، الله اکبر، این صوت و این صدا و این زمزمه چه کار کرد؟ دیگرگون کرد تقدیر عمر را. عمر رضی الله عنه با چه قصد سوئی حرکت میکنه، ولی زمزمه قرآن، صوت قرآن چقدر به عمر تغییرات می آورد. به راستی اشعار اقبال در این راستا که میگوید نقش قرآن چون که بر عالم نشست، نقش قرآن چون که بر عالم نشست، نقشه های پاپ و کاهن را شکست. فاش گویم آنچه در دل مضمر است، این کتاب نیست چیزی دیگر است. فکر نکنید که قرآن مثل دیگر کتب هست. این کتاب است که ذالک الکتاب لا ریب فیه، این کتاب است که حفظش الله سبحانه و تعالی به عهده خود گذاشته. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. این کتاب است که الله میگه کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. عمر چقدر در تاریکی ها بود، فکرش به تاریکی بود، دلش به تاریکی بود، ذهنش به تاریکی بود، تصمیم بد داشت، ولی صوت قرآن، زمزمه قرآن، تلاوت قرآن، آواز قرآن را وقتی میشنود او را دیگرگون میکند. این کتابی نیست چیزی دیگر است، چون که بر جان رفت. وقتی صدای قرآن، صوت قرآن انسان به او محبت و به او اخلاص و به او ذوق و شوق وقتی بخوانه و بشنوه، چون که بر جان رفت جان دیگر شود. جان چو دیگر شد، وقتی در تحول در وجود آمد، جهان دیگر شود. قرآن بود که
سرنوشت عمر را دیگرگون کرد، ذهن و فکر عمر را دیگرگون کرد. بعد سیدنا عمر رضی الله عنه چی میگوید؟ میگوید که به به، چه کلام زیبایی، چه کلام زیبایی. الله اکبر، الله اکبر. اول سوره طه را میخواند تا آیه 16 و بعد به این آیات که میرسد که وله الاسماء الحسنى، الله لا اله الا هو وله الاسماء الحسنى. عمر رضی الله عنه میگوید به به، چه کلام زیبایی. آیا قریش از این کلام فرار میکنن؟ بار دیگر عمر رضی الله عنه تلاوت میکند و باز میگوید که آیا قریش از چنین کلام فرار میکنن که نشنون؟ بعدن فرمود که شایسته نیست که با خدایی که چنین کلامی دارد کس دیگری با او پرستش شود. عمر رضی الله عنه انسان عاقلی بود، انسان دانایی بود، انسانی بود که خوب و بد را تشخیص میداد. ببینید این جملات سیدنا عمر رضی الله عنه که هنوز مسلمان نشده به زبان می آورد که شایسته نیست با خدایی که چنین کلامی دارد کس دیگری با او پرستش شود. شایسته نیست که بگوین لات و عزا و منات و هبل و فلان و فلان. سبحان الله. در این وقت عمر رضی الله عنه میگوید که محمد کجاست مرا نزد محمد ببرید. محمد کجاست؟ آدرس محمد را برایم بدهید که من میروم. به این وقت خباب ابن ارد وقتی شنید آواز عمر را که عمر تسلیم شده و میخواد ایمان بیاورد، بیرون میشود و برایش مژده میدهد و میگوید ای عمر، دعای روز دوشنبه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حقت اجابت شده. از رسول خدا صلی الله علیه و سلم شنیدم که ایشان دست بلند کرده بودن و می فرمودن اللهم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک بابی جهل ابن هشام و عمر ابن الخطاب. ای عمر، دعای پیامبر در حقت اجابت شده. عمر رضی الله عنه آدرس خانه‌ای که رسول الله قرار دارن میگیرد و روان میشود که انشاءالله ادامه این بحث را که عمر کجا میرود و چگونه صحابه با او برخورد میکنن و چگونه کلمه عرض میکند به برنامه بعدی انشاءالله اگر عمر باقی بود بیان خواهد شد. الله سبحانه و تعالی طوری که قرآن در دل عمر اثر گذاشت در دل همه ما و در فکر همه ما و در زندگی ما تحول ایجاد کند و همه ذهن و فکر ما را الله سبحانه و تعالی قرآنی بگرداند. تا برنامه بعد شما را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.